بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یکی دیگر از برنامه ها در خدمت شما عزیزان قرار دارم. برنامه جدید بازخوانی ادیان، برنامه‌ای که ان شاء الله در آن تلاش خواهیم کرد که ادیان سماوی و غیر سماوی را مورد مطالعه، مورد بررسی و نقد قرار بدیم و آنچی که در حقیقت با حقیقت سازگار با آن به هر حال اهمیت قائل بشیم و آنچی که با حقیقت سازگار نیست آن را واضح بسازیم و آشکار بنماییم. در این برنامه ان شاء الله به شرح همین مسائل خواهیم پرداخت و برنامه بازخوانی ادیان و ان شاء الله روش ما اول از پیرامون صحبت‌های پیرامون دین خواهیم داشت و بعد از اینکه حرفها در مورد دین تمام شد میپردازیم به مباحثی و مسائل از یهودیت شروع میکنیم و به همین ترتیب در مورد نصرانیت صحبت میکنیم و بدین ترتیب پیش میرویم ان شاء الله. ادیان دیگری که به هر حال امروز در دنیا وجود داره و در میان بشریت معروف و مشهور، ان شاء الله با آنها خواهیم پرداخت و کتبی که با آن معتقدند و با آن باورمند هستند و عقیده ایشان هست هم نیز مورد مطالعه و مورد بررسی قرار خواهیم داد ان شاء الله. اولا دوستان عزیز و بزرگوارم، من میخوام که از مسئله تعریف دین شروع بکنم و مباحثی که ما در آینده هم با آن خواهیم پرداخت ان شاء الله و در مباحث آتی و آینده ما خواهد بود. قضیه تعریف دین هست و همچنان اقسام دین هست و ضرورت بشر به دین. امروز متاسفانه باید بگیم که یک سری اسبابی با هم جمع شده و جامعه بشری را به شکل از اشکال داره از ما حول ادیان دور میکنه، یا به تعبیر دیگری بگیم حرکتی و جریانی زیر عنوان دین ستیزی به وجود آمده و وجود اینها در حقیقت باز از خود یک سری اسباب داره، یک سری عوامل داره که در وقتش ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت که چرا این جریان ها به وجود آمده، برای اینکه در برابر ادیان استادگی بکنه و بدون هیچ به هر حال پروایی و بدون هیچ تمیزی و بدون هیچ فاصله میان این مسائل و میان ادیان، یعنی فرقی هم نمیگذاره که اسلام باشه، یهودیت باشه، نصرانیت باشه، زرتشتیت باشه، بودائیسم باشه، هندویسم باشه، هر کدام از اینها که باشه، همه اینها را در یک ردیف قرار داده و بر علیه دین تاخت و تاز میکنه و این جریان یکی از جریانهای واقعا وحشتناکه که جامعه بشری را به سوی بی‌برنامگی و جامعه بشری را به سوی بردگی انسانها و به زیر سلطه بردن افراد به زیر سلطه یک سری افراد دیگر قرار میده که انشاءالله من در مباحث اهمیت دین هم به این قضیه خواهم پرداخت که چرا ما باید دیندار باشیم، چرا باید ما دین داشته باشیم، چرا مثل آتئیسم ها مثلا ما ناخدا باور نباشیم و بدون برنامه و بدون قانون هر کس برای ما قانون و برنامه‌ای داشته باشه و هر کس برای خود قانون و برنامه‌ای داشته باشه بدون اینکه قانون و برنامه به هر حال از جانب خدا برایشان داده بشه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اینها مباحثی که انشاءالله ما در آینده در مورد آنها صحبت میکنیم و در مورد آنها حرف میزنیم. حالا من میخوام در مورد دین صحبت بکنم. تعریف دین چی هست؟ دین معانی مختلفی داره و معانی متعددی داره، معانی متعدد و مختلفی داره. گاهی دین به معنای اطاعت و به معنای فرمان برداری می آید
و گاهی هم دین به معنای روز جزا و روز قیامت میآید. آنجایی که دین به معنای اطاعت و به معنای یک سری برنامه ها و قوانین مطرح میشه، به عنوان مثال الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان چی میگه؟ ان الدین عند الله الاسلام. منظور در اینجا همان قوانین و همان برنامه هایی است که به عنوان و به قالب یک اعتقاد و باور در آمده که به آن اسلام میگن. ان الدین عند الله الاسلام. یا الله متعال میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. اما در آیه اول لفظ دین آمده بود و دین به معنای روز جزا مثل سوره مبارکه در سوره های متعدد آمده، به خصوص در سوره فاتحه مالک یوم الدین. منظور از دین در اینجا روز جزا هست، اما آنچه که یا روز قیامت است. اما آنچه که ما به آن میپردازیم و صحبت میکنیم، دین عبارت از همان یک سری قوانین و یک سری نظام‌هایی است که اساساتی است که فرد به آن اعتقاد و باور داره، البته با نیت قدسیت و به نیت تقرب به این مسائل اعتقاد و باور داره و به این قوانین اعتقاد و باور داره، به این دین میگن. یا اصطلاحی که مثلا میگن دین عبارت از چیه؟ اعتقاد به یک قدیس، به یک ذات مقدس که در حقیقت مجموع سلوک و مجموع روش و مجموع اخلاقیات و مجموع قوانین بگیم که برای این مجموع قوانین اولا اعتقاد به یک ذات، بعد مجموع قوانینی که این مجموع قوانین شخص را وادار میکنه تا در برابر این ذات خاضع باشه و در برابر این ذات فروتن باشه و در برابر این ذات چیکار بکنه؟ در برابر اون و در برابر قانونش خضوع و فروتنی انجام بده. به این میگن دین. و این خضوع و فروتنی در برابر این ذات از روی رغبت و از روی ترس هست. هم قضیه ترس مطرح هست در اینجا و هم قضیه رغبت و دلبخواه خودش که به هر حال انجام میده اینها را. به این سری قوانین میگویند دین. به خاطر این من دین را مثلا تعریف دیگری نکردم که مجموعه قوانینی است که از جانب خداوند میآید. اگر چنین تعریف میکردم در حقیقت ادیان سماوی را شامل میشد و ادیان دیگر را شامل نمیشد. دقت کردید؟ به این جهت من تعریف دین را به یک شکل دیگری کردم که عبارت از اعتقاد به یک ذات مقدس، که این ذات مقدس یک سری قوانین و یک سری ضوابط داره که در برابر این ذات مقدس شخص را خاضع و فروتن میکنه. دقت کردید؟ در برابر آن خاشع میشه و فروتن میشه در برابر این ذات و این مجموعه سلوک و این مجموعه قوانین برایش گفته میشه دین. این تعریف اصطلاحی دین هست. اما مسئله دیگری که مطرح میشه دوستان عزیز و بزرگوارم این است که یک مسئله‌ای که به هر حال در میان کسانی که اعتقاد و باور به خدا دارن و کسانی که اعتقاد و باور به خدا ندارن یک اختلاف نظر است در این که قبل از یعنی اولین چیزی که در میان بشر به وجود آمد، اولین چیزی که در میان بشر به وجود آمد توحید بود یا شرک؟ توحید یا شرک؟ این قضیه که در میان اهل کسانی که به هر حال باور به خدا دارند و اعتقاد به الله دارند و کسانی که اعتقاد و باور ندارند اختلاف نظر هست. و متاسفانه که یک عده از نویسندگان به اصطلاح اسلامی، من واقعا به اینها میگم به اصطلاح اسلامی، چون واقعا اینها همون ناخدا باورانی هستند که در لباس مسلمان در آمدند. متاسفانه متأثر شدن از نویسندگان غربی و من این را بارها در هر برنامه خودم مطرح کردم و میگم که بعضی از این نویسندگانی که امروز معروف و مشهور شدن در حقیقت 4 پارچه و 4 ورق کتاب از کتاب‌های غربی ها را مطالعه میکنه، فکر میکنه خیلی مسائل را میفهمه و خیلی مسائل را درک کرده، در حالی که اون نویسنده اصل باورش و اعتقادش یا آتیسم، اعتقاد به آتیسم داره و آتیسته، و یا هم
یک یهودی و نصرانیه که از دینش زده شده و این نویسنده به اصطلاح مسلمان میایه از اون نقل قول میکنه یا نقل قول نمیکنه، خودش رو خیلی فرد به هر حال بالا و به هر حال فردی که خیلی فهمیده است و دانشمند است در جامعه مطرح میکنه و یک سری حرفایی را به خورد مردم میده و این اعتقاد و باور را متاسفانه در میان مردم ترویج میکنه. ولی حقیقت امر این است که دین اولین دین در میان مردم دین توحید بوده، توحید و یکتاپرستی الله بوده و در قرآن عظیم و شن به صورت تفصیل می آید و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء الی آخر. خلقت آدم علیه السلام که الله صانع و خالق آدم علیه السلام هست، آدم میآفرینه و آدم علیه السلام اولین بشر و اولین مسلمان و اولین موحد در روی زمین هست و الله متعال سبحانه و تعالی میگه که وقتی آدم را الله از درگاه خود راند و او را از بهشت خارج کرد و شیطان از درگاه الله رانده شد و آدم علیه السلام از بهشت خارج کرده شد، الله متعال میگه که آدم دعا کرد فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم و این کلمات را الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه اعراف میگه که این کلمات بود ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پس لذا دوستان عزیز و بزرگوارم اولین بشر آدم هست علیه السلام و او اولین موحد در روی زمین هست و الله متعال سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن عظیم و شان و به خصوص در سوره مبارکه بقره میگه که کان الناس امة واحده، همه مردم امت واحد بودن، بعداً اختلاف کردن و این امت واحد بودنشان در اصول و در فروع بود، با هم یکی بودن. در میان آدم علیه السلام و در میان نوح علیه السلام طبقی که در روایات تفسیری و روایات از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین از برخی از صحابه نقل میشه، میان آدم علیه السلام و میان نوح علیه السلام تقریبا 10 قرن فاصله بود و در این 10 قرن مردم هیچ اختلاف نظری نداشتند. کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و الی آخر. همه این مردم بر یک راه و روش بودند، بر یک دین بودند، بر یک اعتقاد بودند، موحد بودند، در اصول و فروع با هم مشکل نداشتند. بعداً شرک به وجود آمد و تفصیلش می آید در احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که اولین بار شرک در میان قوم نوح علیه السلام به وجود آمد که الله متعال هم در این آیه اشاره میکنه کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین. الله پیامبران فرستاد. بعد از اینکه مردم اختلاف کردند در میان خود، الله پیامبران فرستاد. اون 5 بتی که در زمان نوح علیه السلام ساخته شد که در سوره مبارکه نوح الله متعال سبحانه و تعالی در موردش صحبت میکنه. اول توحید بود، بعداً شرک به وجود آمد، برخلاف طبیعتگرایان و آتئیستها که طبیعتگرایان هم شاخه و فرع در حقیقت از طبیعتگرایان هستند که میگن انسان آمیب بود، انسان اصلا یک حتی بعضی ها این گونه میگن، مثلا شیوعی ها یا کمونیست ها واضح میگن انسان مثل علف سبز میشه میرویه و بعد خشک میشه از بین میره، تمام. یعنی نه به آخرت باور داره و نه هم به خلقت الله باور داره و همه چیز را طبیعی میدانه و متاسفانه من متاسفم یعنی و متاثر میشم گاهی در میان برخی از جوانان که همین طرز اندیشه و طرز تفکر در میانشان هست. مثلا میگه وقایع طبیعی، زلزله میشه میگه وقایع طبیعی، حادثه طبیعی. میدانید این نسبت دادن آن به طبیعت است، همان اعتقاد و باور کمونیستی است یا اعتقاد و باور طبیعتگرایان هست که میگن همه این مسائل یعنی نه خدای نیست پشت آن، عذاب خدای نیست، اصلا خدای وجود نداره که این زلزله به وجود بیایه و نمیدانم سیل بیایه و نمیدانم خانه خراب بشه و این کار بشه. این میگه اینها طبیعیه، حادثات و وقایع طبیعی هست، اتفاق میفته، اتفاقی اینها همه. و متاسف میشه انسان گاهی اوقات برخی از
برادران و جوانان مسلمان را میبینی، خواهران مسلمان را میبینی که همین حرف را تکرار میکنن بدون اینکه از عاقبت این حرف خبر داشته باشند، از پشت پرده این حرف خبر داشته باشند که این حرف طبیعتگرایان، کسانیه که به خدا باور ندارن، خدا ناباور هستند و این حرف را تکرار میکنن. و من واقعا بعضی از این جوانان را معذور میدانم، چون اینها متاسفانه از علوم اسلامی و از علوم دینی آشنایی کامل ندارن، از قرآن کریم متاسفانه آشنایی کامل ندارن، لذا هر چی که دیگران گفتن آنها هم تکرار میکنند و این واقعا یک مصیبته. خب حرف من اینجا به دوستان عزیز و بزرگوارم، اونها میگن انسان خلاص، کسایی که یعنی معتقدن که اولین چیزی که در زمین وجود داشته شرک بوده، بعدن افراد آمدن ادعای پیامبری کردن و گفتن ما پیامبریم و نه حرفی از آسمان بر اونها آمده نه هیچی، فقط اینا آمدن ادعا کردن که ما پیامبریم به خاطر اینکه برای مردم خود یک کمکی بکنن و از این حرفا. دقت کردید؟ اصلا همه چیز را اینها این گونه تصادفی میدانن، حتی خلقت خودشان را هم تصادفی میدانن. اما اگر برایش بگی عزیز من این لباسی که تو به تنت کردی تصادفی ساخته شده، میگه نه، نیاز داره که مثلا لباسای امروزی نیاز داره داخل یک ماشین انداخته بشه، نیاز داره که به هر حال یک فردی باشه که این لباس رو به بدن تو برابر بکنه و خیاطی باشه این لباس بدوزه و این به هر حال برای تو مرتب کنه و تو بپوشی. اما در مورد خودش نه، میگه من تصادفی به وجود آمدم، و این عقل هم برای من تصادفی داده شده و این دست و پا هم برای من تصادفی داده شده، همه اینها تصادفی است و این جهان با این تمام بزرگی که هست و این کهکشان ها و همه این مخلوقات اینها همه تصادفیه. عجب عقل دارن اینا. لباس بدنش را میگه تصادفی نیست، نیاز به خیاط داره، نیاز به کسی داره که بسازه و نیاز به کسی داره که به هر حال یک نساجی باشه، جای باشه که به هر حال لباس برای انسان مرتب میکنه و به هر حال میسازه. نه، میگه اینها همه این تصادفی نیست، ولی این همه با این تمام عظمت و بزرگی تصادفیه و خودش هم تصادفیه. و این مردم میگن اولین چیزی که در دنیا بوده شرک بوده، برخلاف آنچه که خداوند متعال در قرآن میگه و برخلاف آنچه که حقیقت آن را آشکار میکنه که در هستی و در دنیا اولین بشر موحد بوده و توحید در روی زمین آمده و اصلا خلقت انسان به خاطر توحید و یگانگی و پرستش الله متعال بوده و هست. همچنان که الله متعال در سوره مبارکه زاریات میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسانها و جنیات را نیافریدیم مگر تا ای که ما را عبادت بکنن، یا در تفسیر این میه تا زمانی که ما را بشناسند. برای شناخت الله و لازمه شناخت الله چیه؟ عبادت الله هست. لازمه شناخت الله عبادت الله هست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، تا زمانی که الله اینها را آفریده تا اینها الله بشناسن و لازمش عبادت الله متعال سبحانه و تعالی است. اصلا خلقت انسان برای اینه. اصلا در مورد آیاتی که ما چون از نقطه نظر اسلامی داریم صحبت میکنیم، حتی از نقطه نظر غیر اسلامی هم که صحبت بکنیم، شخصی که به الله باور داشته باشه یقینا این حرف را میگه که اولین چیز در روی زمین توحید بوده نه شرک. چرا؟ به خاطر اینکه باور داره که همین الله انسان را آفریده و انسان رها نکرده، برای او یک سری برنامه ها داده، برای او راه و روش داده، برای او یک سری مسائل را گفته، حد و حدودی در زندگی برایش گذاشته و همین عبادت یگانگی و یکتایی الله متعال سبحانه و تعالی می باشه. پس به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم این مسئله حل شد. اولین چیزی که در زمین به وجود آمده توحید بوده نه شرک. و کسانی که میگن شرک بوده حرفشان پوچه و حرفشان تو خالی هست و حرفی از نظر ما مسلمان ها کاملا مخالف با عقل و با نقل. و به هر حال وقتی که شخص میگه اولین چیز که در روی زمین آمده توحید نبوده شرک بوده، باز فروعات باز میکنه، شاخه ها باز میکنه
که ما ازش بپرسیم آیا به خدا باور داری یا نداری. خب یقینا به خدا باور نداره. اگر به خدا باور داشته باشه این حرف نمیزنه، و اگر هم که به خدا باور داشته باشه خب باز مباحث دیگری میاد. اگر به خدا باور نداشته باشه با به او به گونه دیگری بحث میشه برای اثبات وجود الله متعال سبحانه و تعالی. پس لذا دوستان عزیز و بزرگوارم، نتیجه حرف و نتیجه این مبحث ما که تا حالا درباره‌اش صحبت کردیم اینه که آنچه که در روی زمین برای اولین بار بشر با آن دست یافته و الله متعال برایش داده قضیه توحید بوده و موحد بودن، تا زمانی که شرک آهسته آهسته در میان مردم نظر به اسباب و عواملی که بوده جای گرفته. بعداً مردم مشرک شدن، بعضی ها مشرک شدن و بعضی ها موحد ماندن، و بدین جهت الله متعال سبحانه و تعالی پیامبران خودش را فرستاد. اجازه بدید که یک میان برنامه بگیریم. بعد از میان برنامه ان شاء الله به اقسام و انواع دین خواهیم پرداخت و برای اینکه بیشتر بفهمیم که چی ادیانی در روی زمین مثلا امروز معروفه و مشهوره و کدام یکی اینها آسمانی و کدام یکی غیر آسمانی هست، و آیا این تقسیم درسته که ما دین آسمانی داشته باشیم و دین غیر آسمانی داشته باشیم. ان شاء الله بعد از میان برنامه به آن میپردازیم ان شاء الله. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يسعى ای مردم، بدون شک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله هایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد الله با تقوا ترین شماست. بیگمان الله دانای آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. دنیا بستر امتحان است و آزمایش است. خوبی ها و بدی ها عاقبتشون مشخص میشه. ممکنه یه نعمت برای یه نفر سرانجام و عاقبتش زوال و بدبختی و گرفتاری باشه و یک نفر سختی و گرفتاری مآل و سرانجامش خوشبختی باشه. معیار خوبی و بدی و مثبت و منفی کجاست؟ همین که من گرفتار شدم بدبختم، خدا دیگه منو نمیخواد. حکمت خدا کجاست؟ در تاریخ که هیچ در قرآن چقدر داستان ها داریم. داستان قارون خداوند برای ما تعریف کرده. خداوند چقدر مال و ثروت به قارون داد، فراوان. اما چه شد؟ سرانجام چه شد؟ آیا اون مال نعمت بود؟ آیا اون مثبت بود یا منفی بود براش؟ منفی بود.
زمین رفت، زمین اونو بلعید و در فردای قیامت هم سرازیر جهنم میشه. پیغمبر خدا ایوب علیه السلام 18 سال، نه 1 سال و 18 سال پیغمبر خدا ایوب که ضرب المثل صبر است، خداوند ابتلا و امتحانش کرد، مالشو ازش گرفت، اولادش ازش گرفت، بهش بیمارم کرد، نه 1 سال نه 10 سال، 18 سال. همینو منفی نبود به ظاهر. چه برد؟ قارون برد یا ایوب؟ حتی نام نیک اگر نگاه بکنید جدا از فردای قیامت، نام نیک از که بر جای مونده؟ ایوب علیه السلام ضرب المثل صبر است. او با صبرش، با شناختش، پس اینو بدونیم که دنیا دنیای ابتلاست، خوبی ها بدی ها ارزیابی بشه بر مبنای و معیار الهی و خود پروردگار جل شأنه. مثبت زمانی مثبت است که قدر اونو بدونیم و الا منفی است، نعمت نیست. و منفی هم مثبت است برای مؤمن، با صبوری، با بندگی، با شناخت. اما خب این قضیه گفتیم کسانی که اهل دنیایند، دنیا پرستن، منکر قیامتن، نمیتونن درک بکنن. امتحان چی؟ او که ایمان به فردای قیامت و بهشت و دوزخ نداره، همه چیز همینه، بهشتش همینجاست. الحكمة ضالة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، قبل از میان برنامه پیرامون مسئله دین صحبت کردیم و تعریف دین و همچنین اینکه قبل از از زمانی که بشر در روی زمین آمده شرک حاکم بوده و یا اینکه توحید، و اولین چیز توحید بوده یا شرک، و ثابت ساختیم که توحید است نه شرک. و اصلا خلقت انسان برای وحدانیت، برای این است که انسان الله متعال را به وحدانیت بشناسه و با او به عنوان اللهی که شریک و مانند نداره ببینه. حالا میان اینجا که دین به صورت کلی، به صورت اجمال به دو دسته تقسیم میشه. البته این تقسیم در اصل خود اشکال داره، در اصل خود اشکال داره، اما وقتی برمیگردیم به ادیانی که بشریت به آن معتقده، ادیانی که بشریت به آن معتقده، به این اعتبار و به این حیثیت این تقسیم درسته، اما در اصل خود و فی ذاته اشکال داره. چرا؟ به خاطر اینکه الله متعال در قرآن عظیم الشان میگه ان الدین عند الله الاسلام. دین فقط در نزد الله اسلامه. یهودیت و نصرانیت و اینها هم جزء ادیان نیست بدین معنا که اینها ادیان تازه‌ای نیستند، بلکه عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، همه اینها مسلمان بودند و به دین اسلام باور داشتند. و الله متعال مثلا در مورد ابراهیم خلیل میگه ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. در مورد یعقوب میگه وقتی فرزندانش را نصیحت میکرد میگفت که ولا تموتن الا و انتم مسلمون. دقت کردید؟ ولا تموتن الا و انتم مسلمون، شما نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید، با اسلام بمیرید. و موسی علیه السلام هم همین حرف را میزنه، عیسی علیه السلام هم همین حرف را میزنه. همه انبیا علیهم السلام بر یک دین و بر یک راه و روش که عبارت از اسلام آمدن. و بدین جهت که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که من مثال یک دیوار یا خانه هستم که کلا ساخته شده، فقط یک
خشتش باقی مانده، من همان خشت آخری هستم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه راه و روش انبیا علیهم السلام هستند. در اصول انبیا علیهم السلام با هم مشکل نداشتن، همه مسلمان بودن، بله در فروع و در مسائل دیگر با هم اختلافات داشتن، نظر به شرایط زمان و نظر به مکانی که در اونجا پیامبر فرستاده شده. الله متعال سبحانه و تعالی برنامه را موافق برای همان مردم و همان زمان داده، ولی اسلام را دین فراگیر فرستاد. یعنی پیامبر آخر الزمان صلی الله علیه و سلم را من اسلام میگم به حیثیت تفاوت هایی که حالا به هر حال به وجود آمده به نام یهودیت و نصرانیت و اینها، ولی اصل حقیقت همه ادیان سماوی در حقیقت اسلامه. ولی بعداً اینها نامهایی برای خودشان به وجود آوردن، یکی خودش را یهودی نامید، یکی خودش را نصرانی نامید و بدین ترتیب، یا مسیحی خودش را نامید و در این اواخر خودشان را مسیحی می نامند. خب از این حیثیت که یعنی حیثیت اصلی هست و به اعتبار و به حیثیت اصلی و اصولی خود همه ادیان اسلام هستند. همه ادیان اسلام هستند. دقت کردید؟ و دین دیگر اعتبار نداره. دین دیگر اعتبار نداره تا نام دین به اون نهاده بشه. بله به اون تعریفی که ما کردیم صحیح اون هم داخل میشه، اون هم برای خود به هر حال یک ذات مقدس ساخته و یک سری قوانین را برای تقرب به اون ذات مقدس به وجود آورده. به این تعریف درسته، چون این تعریف به اعتبار تقسیماتی است که بشر به آن تقسیم شدن، به اعتبار اصلش نیست. به اعتبار اصل خود همه ادیان لابد باید یک نام داشته باشند و آن اسلام و منقاد شدن و خاضع شدن و فروتن شدن در برابر یک ذات که همان الله هست و یک روش که روش اسلام هست. بدین جهت که الله متعال در قرآن عظیم الشان چی میگه؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کس غیر از اسلام دین دیگری را انتخاب بکنه، این لفظ دین وقتی گفته شده به اعتبار این نیست که الله متعال ادیان دیگر به رسمیت بشناسه، نه، به اعتبار مخاطبین قرآن هست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. چون دین فقط همان اسلام و بس، ان الدین عند الله الاسلام. حالا میاییم به اعتبار و به حیثیت افراد بشر. دین به دو دسته تقسیم میشه. یک ادیان سماوی یا به تعبیر دیگری ادیان ابراهیمی. حالا بیشتر به اون ادیان ابراهیمی گفته میشه، ادیان سماوی و ادیان ابراهیمی. یهودیت، نصرانیت که به اینها اهل کتاب میگن، و اسلام. اینها سه تا از ادیان مهم و اساسی است که به عنوان ادیان سماوی و ادیان الهی و ادیان ابراهیمی شناخته شدند. این یک جهت. و این ادیان سماوی همه خلاص حرفشان اینه که خدای وجود داره و به یک خدا باور دارن، البته با تعاریفی که هر کدام میکنن. حالا انحرافاتی که در میان ادیان گذشته مثل یهودیت و نصرانیت در تعریف خدا و در شناخت خدا به وجود آوردند، به هر حال به همان خدا باور دارن، میگن همان خداست و پیامبران فرستاده و انبیای فرستاده برای راهنمایی بشر. در برابر اینها ادیان غیر سماوی قرار میگیرن یا ادیان غیر ابراهیمی. و این ادیان غیر ابراهیمی و ادیان غیر سماوی در حقیقت مثل هندویزم، بودایزم یا مجوسیت که به اصطلاح عربی به آن مجوسیت میگن و اصطلاح امروزی مثلا زرتشتی ها، اینها جز ادیان سماوی و ابراهیمی نیستند،
جزء ادیان سماوی و ادیان ابراهیمی نیستند، بلکه اینها در زمره ادیان غیر سماوی و ادیان وثنی یا بت پرست داخل میشن. اینها بت پرستی دارن. البته شاخه های مختلفی دارن هر کدام از اینها دوستان عزیزم، هر کدام از اینها باز از خود شاخه های مختلفی دارن. یکیش از یکی دیگه به هر حال برنامه میگیره برای خودش، یکی از یکی دیگه برنامه میگیره. به عنوان مثال بودائیسم در حقیقتش و اصلش از هندویسم شاخه میگیره که انشاءالله در جایش بعداً به این مسئله خواهیم پرداخت و به این مسئله صحبت خواهیم کرد. اما آنچه که برای ما در این مبحث مهمه بفهمیم که ادیان به اعتبار و به حیثیت افراد بشر به دو دسته تقسیم میشه: ادیان سماوی و غیر سماوی. یعنی ادیان سماوی میگیم ادیان آسمانی که اعتقاد و باوری به ذاتی دارن که از آسمان برایشان کتاب فرستاده و پیامبری را مکلف کرده. و ادیان غیر سماوی که اونها اعتقاد و باور به بت دارن، به انسانها دارن، افرادی را برای خودشان مقدس ساختن و کتابهایی را برای خودشان نوشتن، افرادی کتابهایی را برایشان نوشتن و به خورد مردم دادن و مردم را به سوی آن دین و به سوی آن باور و به سوی آن اعتقاد دعوت کردن. پس این انواع و اقسامی است که در حقیقت در مورد دین صحبت میشه. یکی به اعتبار اصل هست که گفتیم فقط اسلامه، و یکی به اعتبار و به حیثیت افراد بشر که به دو دسته تقسیم میشه: سماوی و غیر سماوی. و سماوی ادیانیه که به هر حال اعتقاد و باوری به خدا دارن، و کسانی هستن که باز اعتقاد و باوری به خدا ندارن که به اونها گفته میشه ادیان غیر سماوی. و اون دینی که یعنی اصلش و بنایش بنا یافته و اساسش گذاشته شده بر شناخت غیر خدا، به اون گفته میشه غیر سماوی. اما دینی که اساسش و بناهش و پایه‌هایش گذاشته شده بر شناخت الله متعال سبحانه و تعالی، اون دین در حقیقت به او گفته میشه دین سماوی. و ادیان جمع دینه. ادیان جمع دینه. وقتی میخوایم جمع بگیم میگیم ادیان، وقتی خواسته باشیم به صورت فرد بگیم میگیم دین، دین فلان، دین فلان، دین فلان و بدین ترتیب. این را به این واسطه میگم که یک روزی من با یک کسی صحبت میکردم پیرامون دین، گفتم ادیان، بر من خورده گرفت، گفت چرا ادیان میگی؟ ادیان نه دین. گفتم نه، این ادیان همون جمع دینه دیگه، ادیان جمع دینه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اینجا یک قضیه دیگه مطرح میشه. در قرآن عظیم الشان در مورد ادیان صحبت شده، در مورد هر دوتا صحبت شده. یعنی با این تقسیمی که ما کردیم، با این تقسیم به هر حال به حیثیت افراد بشر، به اعتبار افراد بشر، گفتیم ادیان سماوی و غیر سماوی. قرآن عظیم الشان در مورد هر دوی اینها یا به صورت تفصیل و یا به صورت اجمال صحبت کرده. مثلا اگر خواسته باشیم به صورت مجمل ببینیم، الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه حج و همچنین در سوره مبارکه بقره هم به این قضیه اشاره میکنه. الله متعال میگه که ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. الله متعال میگه ان الذين آمنوا والذين هادوا، کسانی که ایمان آوردن به الله یعنی مؤمنین، و کسانی که یهودی شدن و صابئی شدن. صابئی بعضی میگن ستاره پرستان و بعضی میگن که کسانی که اصلا یعنی باوری ندارن به چیزی. و النصارى، و بعضی هم به هر حال به صورت کلی وثنیون را میگن، بت پرست ها را. و النصارى والمجوس، آتش پرست ها. والذین اشرکوا، و کسانی که برای الله سبحانه و تعالی شرک ورزیدن به صورت کلی. به صورت کلی ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، الله متعال سبحانه و تعالی در روز قیامت در میان اینها فیصله خواهد کرد. ان الله علی کل شیء شهید. یا الله متعال سبحانه و تعالی میگه که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
اینها در حقیقت به صورت کلیه که یعنی در میان هر قوم و در میان هر مردم ما پیامبران فرستادیم و به هر حال در اون آیه گذشته هم در مورد ادیان به صورت کلی صحبت میکنه، به صورت مجمل صحبت میکنه و صورت تفصیلش هم در مورد داستانهای پیامبران. بعضی از داستانهای پیامبران بسیار تفصیل داده میشه در قرآن عظیم الشان، مثل داستان موسی علیه السلام. مثلا در جاهای متعدد و جاهای مختلف الله متعال سبحانه و تعالی در موردش صحبت میکنه و تفصیل میده. داستان یوسف علیه السلام تقریبا تفصیل میده الله متعال سبحانه و تعالی و صحبت میکنه که به هر حال در اونجا اقوامی بودن که غیر الله میپرستیدن و این انبیا علیهم السلام آمدن اونها را دستور دادن که شما غیر الله نپرستین و اونها را از شرک باز داشتن، از خرافاتی که داشتن باز داشتن. و این صحبت ها در حقیقت صحبت در ادیانه و بخشی از بخشه های قرآن عظیم الشان، از بخشه های عمده ای که قرآن عظیم الشان مورد بررسی قرار میده، بخش بررسی ادیان و نقد ادیانه. به خاطر این میگم که اهمیت موضوع برای شما بینندگان عزیز و بزرگوار واضح بشه که قرآن عظیم الشان چی به صورت اجمال و چی به صورت تفصیل داستان ادیان را مطرح میکنه. داستان ادیان، حالا به اصطلاح به هر حال به اصطلاحی که به اعتبار و به حیثیت افراد بشر باشه، ادیان سماوی و غیر سماوی، الله متعال سبحانه و تعالی در مورد داستانهای اونها در قرآن عظیم الشان یا به تفصیل و یا هم به صورت اجمال و فشرده و مختصر صحبت میکنه. پس لذا در قرآن عظیم الشان ما مبحثی داریم از مباحث عمده و اساسی، از مباحث عمده و اساسی که قرآن عظیم الشان آنها را مورد بررسی قرار میده و نقد میکنه. نقد به معنای جواب دادن، به معنای پاسخ دادن، به معنای از بین بردن حجتها و دلایل طرف مقابل. در حقیقت یکی از این مباحث مبحث ادیان هست و بحث روی دین هاست و بحث روی اقوام هست، اقوام مختلفی که بودند. و حتی الله متعال سبحانه و تعالی در اولین سوره قرآن عظیم الشان از نظر ترتیب مصحف، سوره مبارکه فاتحه، الله متعال سبحانه و تعالی در اواخرش تقریبا به این نکته اشاره میکنه: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. یعنی یک راه را، یک روش حق را الله مطرح میکنه، بعد میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قوم یهود و قوم نصارا یا مسیحی را الله سبحانه و تعالی در اینجا ذکر میکنه. پس لذا صورت اجمال مباحث ادیان و صورت تفصیل مباحث ادیان در قرآن عظیم الشان آمده و اهمیت موضوع را برای ما نشان میده که ما دقت بکنیم و این ادیان را بشناسیم. اما اینکه چرا باید ادیان را بشناسیم، چرا باید ما با اینها آشنا باشیم، این مبحثیه که به نظر من باید در برنامه آینده با آن بپردازیم، البته با برخی از زمینه های مباحث دیگری که در حقیقت لازمه در مورد دین پرداخته بشه و به خصوص قضیه‌ای که چرا ما به دین به هر حال باید اهمیت بدیم، چرا دیندار باشیم، چرا ما دیندار باشیم، چرا بیدین نباشیم. این هم یکی از قضایایی که بسیار مهمه و امروز در میان جوانانی که به هر حال خودشان را اهل علم و اهل دانش و اهل پژوهش و اهل تحقیق خودشان را حساب میکنن، این یک مبحثی که برایشان گنگ مانده. و الحمدلله در این باره کتاب ها هم نوشته شده، هم به زبان فارسی هم به زبان عربی، که احتیاج ما به دین چی هست، چرا ما محتاج به دین هستیم، چرا بیدین نیستیم و چرا نباید بیدین باشیم. این مبحثی که انشاءالله من در برنامه بعدی با آن خواهم پرداخت انشاءالله. اولا قضیه که چرا ادیان را بشناسیم، چی لزومی داره که ما به هر حال به عنوان یک مسلمان چی نیازی داریم که باید ادیان را بشناسیم، و همچنین مبحث بعدی که احتیاج ما به دین چی هست، آیا واقعا ما محتاج هستیم به دین یا نه میتونیم یک بیدین باشیم. این مبحثی که انشاءالله در برنامه آینده با آن خواهم پرداخت. حالا اجازه بدید که یک میان برنامه ببینیم و من از دوستانی که
در فیسبوک با ما همراه هستند. خواهش میکنم که اگر سوال دارن پیرامون این موضوع میتونن که در لابلای میان برنامه آنچه که مطرح شد در مورد ادیان و در مورد دین به صورت کلی، عزیزان میتونن که سوالاتشان را بنویسن و بعدا انشاءالله بنده آن را خواهم دید. انشاءالله یک میان برنامه میبینیم و بعدا برمیگردیم. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، قبل از میان برنامه پیرامون اقسام ادیان یا دین صحبت کردیم و حالا اجازه بدید که سری بزنم به فیسبوک و برخی از صفحاتی که این برنامه به صورت لایف و پخش زنده گذاشته شده. به خدمتتان برخی از کامنت ها را بخوانم ببینم که اگر سوالی بینندگان عزیز در لابلای صحبت ها داشتن ان شاء الله که با آنها بپردازیم و در مورد آنها صحبت بکنیم ان شاء الله.
خب اولین اجازه بدید که من اول از صفحه شبکه جهانی وصال شبکه فارسی 24 شروع بکنم ان شاء الله. 24 فارسی. اینجا آمده که آقای رسولی گفتن که رحمت و برکت الله سبحانه و تعالی بر شما باد. سلامت باشید. تشکر از شما برادر بزرگوارم آقای رسولی عزیز. و در اینجا آقای ادیب الرحمن الله اکبر گفتن و آقای رسولی هم دعا کردن. آقای دین محمد محمدی جزاکم الله خیرا. و خب قضیه دموکراسی که یکی از عزیزان سوال کردن این برمیگرده ان شاء الله به یکی دیگه از برنامه‌های ما، برنامه سراب شبهات، ان شاء الله در موردش صحبت می‌کنیم. آقای نیازی گفتن دین مردم ما چیست استاد؟ دین ما اسلامه. دین ما اسلامه. الحمدلله. آقای طارق گفتن جزاکم الله خیرا، سلامت باشید. بارک الله فیکم. آقای عنایت گفتن که شما دین را وسیله قرار می دهید. یعنی چی؟ منظورتان چیه؟ سوال کردید یا تقریر کردید؟ اگر سوال کردید که نه، منظور شما چیه که دین را وسیله قرار میدیم؟ برای چی وسیله قرار میدیم؟ آیا برای رسیدن به الله؟ بله. بله. دین وسیله است برای رسیدن ما به الله. و اگر هدفتان هدف سوء هست که ما دین را وسیله برای اهداف خودمان قرار میدیم، که نه دیگه، این دیدگاه غلط و دیدگاه اشتباه خودتان هست که هر کس دیگری را بر دین و راه و روش خودش میسنجد و فکر میکند. ما بر کیش این افراد نیستیم برادر بزرگوارم. و من نیازی نمیبینم که بیشتر از این صحبت بکنم و به هر حال هدف من نمیدانم که هدفتان چی بود. هدفتان غیر واضح است، سوالتان غیر واضح است و گفتم که اگر این صورت باشه این گونه است، اگر این صورت باشه این گونه است. آقای محمد ظریف عزیزی جزاکم الله خیرا، تشکر از شما برادر بزرگوارم. در صفحه دیگری و اینجا دوستان با به هر حال انگلیسی سوال کردن، من نمیتونم بخوانم. فقط یکی از دوستانم آقای عمران طاهر سلام کردن، علیکم السلام. آقای احمد فهیم دعا کردن، الله متعال شما را هم حفظ کنه برادر بزرگوارم. تشکر از شما، جزاکم الله خیرا. و جناب آقای شارحیم الله پغمان تشکر از شما، سلامت باشید. آقای ادریس علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و تشکری میکنم از عزیزانی که تا اینجا به هر حال بعضی از پیام های داده بودن. سوال ظاهرا سوال من نمیبینم اینجا. خب آقای انصاری محمدی گفتن موفق باشید، سلامت باشید. و تشکر آقای عالمی و آقای خزان در مورد تقدیر سوال کردن که حالا جایش نیست، ان شاء الله به وقتش. آقای کریم سلام کردن، علیکم السلام. آقای جمال و آقای نجیب جزاکم الله خیرا. فکر میکنم اینجا سوالی هست. و آقای غلامی عزیز من، این سوالتان ارتباطی به برنامه ما نداره. اگر شما موضوع برنامه را میدانستید یقینا این سوال را نمیپرسیدید. خب به هر صورت سوالتان ارتباطی به برنامه ما عزیز من نداره. میتونید که در برنامه پرسش و پاسخ تماس بگیرید و این سوالتان را بپرسید. آقای تیموری گفتن سلام، علیکم السلام. آقای محمد تواب شیرزاد هم سلام کردن، جزاکم الله خیرا. آقای حافظ طاها دعا کردن، جزاکم الله خیر، سلامت باشید. آقای عبدالخالق سیدزی ایشان هم دعا کردن، بارک الله فیکم. تشکر از شما برادر بزرگوارم. و یک برادر دیگه هم تعلیقی دادن بی مورد و ارتباطی به بحث ما نداره و ارتباطی به گفتگو ما در مورد ادیان اصلا نداره. و خواهش میکنم که عزیزان سوالاتی که مطرح میکنن پیرامون ادیان باشه. و آنچه که بحث ماست، یعنی نام برنامه هست بازخوانی ادیان و برنامه نامش به هر حال سراب شبهات نیست و پاسخ به سوالات نیست و پرسش و پاسخ نیست، بلکه بازخوانی ادیان هست. ارتباط به ادیان داشته باشه بنده در خدمتم و سوالات شما عزیزان را پاسخ خواهم داد ان شاء الله و آنچه که مرتبطه. اگرچه این برنامه من تذکر بدم برای برخی از عزیزان، شاید برای برخی از بینندگان اما کمی سخت تمام بشه، به دلیل اینکه این مباحث مهم، مباحث اساسیه و
مباحث علمی و پژوهشی و به هر صورت شاید برای بعضی از دوستان ما فهمش سخت باشه. من یادم هست یکی از دوستان یک روزی برای من یک مسئله نوشته بود و پیام داده بود برای من در داخل فیسبوکم. می گفت که اکثر مطالبی که می نویسی من نمیفهمم چی میگی. گفتم خب به هر حال حق داری که شما نفهمی و این که شما نمیفهمید دلیل بر این نیست که همه نفهمند، همه متوجه نشن. خب برخی از مسائل هست گاهی مباحث علمی و مباحث کلامی و مباحثی که به هر حال خیلی مهمه و اساسی مطرح میشه و فهمش برای برخی ها دشواره و برای برخی ها سخته و برای بعضی ها سهله و آسانه و برمیگرده این نظر به برداشت ها و نظر به اینکه به هر حال افراد چگونه باشن و چگونه نباشن. به هر صورت مهم این که الحمدلله دوستان عزیز و بزرگوارم مشارکت های شما را دیدم و جوانان عزیز من توصیه می کنم واقعا که جوانان عزیز و بزرگوار این برنامه را تعقیب بکنن، به خصوص کسانی که در به هر حال اروپا زندگی میکنن، نیاز شدید دارن برای شناخت ادیان، چون ادیان متعدد و ادیان مختلف در اروپا هست و نیاز شدید هست برای اینکه ما بفهمیم که چگونه با اینها تعامل بکنیم و طرز تفکر و اندیشه و عقیده آنها را بفهمیم. میدانید یکی از موفقیت هایی که جنگ های فرهنگی و جنگ های فکری بر علیه مسلمان ها داشته همی بوده که اونها آمدن دین ما را فهمیدن، حالا بر اساس دین ما بر علیه ما بر حال حمله ور میشن و بر علیه ما کار میکنن، اما ما نه از دین خود آگاهیم و نه هم از دین طرف مقابلمان، هیچی نمیفهمیم و به همین جهت که گاهی وقتی تنصیری ها حمله میکنن بر ما از نظر فکری و از نظر شبه پراکنی، خیلی از شبهاتی که مطرح میکنن در دین خودشان وجود داره و کسی که در دین نصرانیت آشنایی داشته باشه به راحتی میتونه اونها را قانع بکنه. در دین تو وجود داره، یعنی قبل از اینکه من برای تو پاسخ دیگری بدم در دین خودت وجود داره، پس خیلی راحت میتوان برایش گفت که یهودیت هم همچنان، نصرانیت هم همچنان و بقیه ادیان همچنین هستند و خیلی راحت میشه برایش گفت که مادامی که خانه ات از شیشه است طرف خانه مردم سنگ پرتاب نکن و خودش گیر میمانه بر آنچه که در دینش هست و پاسخ نداره. بر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم خوشحالم که در این برنامه هم در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم و بودم و انشاءالله که در برنامه آینده همچنان که قبل از میان برنامه ذکر کردم انشاءالله مباحث دیگری را در ادامه همین مبحث ما انشاءالله به خدمتتان عرض خواهم کرد و تشکری خاص میکنم، تشکری ویژه از تمام بینندگان عزیزی که ما را تا اینک حوصله کردن و حوصله مندی داشتن نسبت به برنامه و تشکری دیگری دارم و خاص و ویژه تر از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی و فرید جان و بقیه دوستانی که با ما همکار بودند در اتاق کنترل و اتاق فرمان. جزاکم الله خیرا. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا برنامه بعد و دیدار بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.